وضعیت زندگی خدا در بار رحمت. یک روز تیر شدم مور که آدم که نباشه زندگی از کجا خوب میشه. آره خدا مهربانه انشالله. کارگر که نداشته باشه زندگی از کجا خوب میشه. خدا مهربانه. بیشک خدا مهربانه. امی یک برار از مو پرسان داد که امی تو پیش دکتر رفتی نرفتی؟ اگر رفتی امی تداوی چیم تو چی رقمه؟ پیش دکتر رفتم. دکتر گفته که هیچ مای از بین رفته، تو برو خارج کابل. اینا رو پیکش دیگه چیم بندازم. مگر ما پولی می داشتی بیا گفتی استم در خارج ما رفتم. ما که از نیستی دنیا در پیش استم دوم چیزی که در دیست ندارم. گفتی نموش چی مای خو باید بکش. ما نه در خارج رفتم میتونم نمقص پول دارم که ما دیگه چیم بگیرم. ما هم چیم گرفتم میتونم در پول. معلوم نیه که چقدر قیمت باشه نه چقدر هزینه کار داشته شه. بهتر خدا میدانه ما چی میدانم. کس که چیم خو بیده او کو همین کس چیم خو میدیه در پول است برای خدا. آره. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستا و هموطنان عزیز سلام علیکم. امیدواریم که از صحت و سلامتی برخوردار باشین. شب‌ها و روزهایتان به خوبی و خوشی در کنار خانواده‌تان سپری شود. من نورالله سفری هستم و شما بیننده برنامه ما از منطقه دشت اشترکربله از ولسوالی جاغوری هستین. امروز آمدیم که با کمک یک پدر نابینا که ویدیوهای قبلیش را شما دیدین، امروز سه دوست عزیز ما همکاری ده. خداوند اونا را خیر و برکت، عزت، سلامتی، جانجوری بده. ما هم کمک های از دوستا را آوردیم که تحویل بدیم. ببینیم که وضعیت از پدر از چی قرار هستن. خوشبختانه امروز که مادر هم قرار داره میجی که ما همراهش گپ میزنی که نمیج در گرمیشته یک مقدار مواد خوراکه بلده از اینا آوردیم. سلام علیکم پدر. سلام. مانده نباشی. خوبی جان تو جوره. خوب هستی؟ خانه خیریته؟ شکر فضل خدا. خوبه شکر. تو چطوری؟ شکر مهربانی خدای مرحمت الهی. خانه خیریتیه؟ شکر. هزار مرتبه شکر خدای. خدا را شکر. چطور هستی خود تو؟ شکر یک دم زنده هستی تا که دم کنه غم دیگه تا که امر خدا شد. آره هرچی رضای خدا باشه. چطوره وضعیت زندگی، خرج و خوراک؟ وضعیت زندگی خدا در بار رحمت. یک روز تیر شدم مور که آدم که نباشه زندگی از کجا خوب میشه. آره خدا مهربانه انشالله. کارگر که نداشته باشه زندگی از کجا خوب میشه. خدا مهربانه. بیشک خدا مهربانه. امی یک برار از مو پرسان داد که امی تو پیش دکتر رفتی نرفتی؟ اگر رفتی امی تداوی چیم تو چی رقمه؟ پیش دکتر رفتم. دکتر گفته که هیچ مای از بین رفته، تو برو خارج کابل. اینا رو پیکش دیگه چیم بندازم. مگر ما پولی می داشتی بیا گفتی استم در خارج ما رفتم. ما که از نیستی دنیا در پیش استم دوم چیزی که در دیست ندارم. گفتی نموش چی مای خو باید بکش. ما نه در خارج رفتم میتونم نمقص پول دارم که ما دیگه چیم بگیرم. ما هم چیم گرفتم میتونم در پول. معلوم نیه که چقدر قیمت باشه نه چقدر هزینه کار داشته شه. بهتر خدا میدانه ما چی میدانم. کس که چیم خو بیده او کو همین کس چیم خو میدیه در پول است برای خدا. آره خدا مهربانه دیگه. تقدیر خدا حتما میبوده ده. این امروز آجای هم است بیختو؟ آره امروز است. چطور آجای گود دگمیگ مونه نانمان میدیه؟ گای تلخ گای برادر خام گای پخته گای بینمک روز تیر شدم مورا. روز تیر شدم مورا روز گذاره. بسیار خوب. باش که آجای گپ دیم که آجای چطوره؟ سلام علیکم. علیکم سلام. مانده نباشه. خوبی جان تو جوره؟ خوبی جان تو خوبه؟ شکر فضل خدا. شکر دم زنده هستی لاله. هستیم یک دم زنده. خوب شکر.
بسیار خوب. شکر انال کن بیشن مجیگه خبالنن تن مال قدزی مگم که همین روز مت ناجورم حالا موقع چیز نیم گبر در دکتر ما قد کجیخ در دکتر برم یک خران پیدا نمیشه که ما برم در دکتر همین که گو کار اونجا منم کم میده کار گز می بال نمیتونی. چیز تکلیفی داری؟ تمام وجود مپک درد گردایم کلو درد کمرم درد گردایم درد چیست گردای خدا عذاب. تو دیگه اولاد ندارین؟ نه یک دانه دختر دروغ نمیگم اون در درگاه مردم دیگه یه چیز ندارم. یک بچه داشتی که میگفت فوت کرده خدا رحمت کنه؟ آره یک دانه بچه داشت مر خدا برد از خاطرم زو از وطن آمده که او چیزی در جست نبود همین کرای موتر برابر نمیشد گفتی که می که کرای موتر منی امیر شیر دوا کنی خدا دوا نکرد دیگه اون وای که از رای خرفت مومن دیردیم بلده سربری یردیم قطعی منجی منده خدا چقدر آدم یردیم بگیره ایتلاله ما که مگم خدا آدم یردیم بگیره خدا شما نگاه کنه او تو نگی؟ ای خدا آدم که محتاج یار خیل باشد لاله او که نبود دکتیز خیل خدا مهربانه انشالله خدا روزی رسانه خدا که روزی رسان است به شک خدا روزی رسانه به شک خدا روزی رسانه دیگه نمیشه چی رقم است خرج خوراک در خانه پیدا میشه؟ خرج خوراک دیگه نگو مسلمان گو می قصورت کن است که نبودن نیه زور وقتا تب خیلی سیامم نلاله دیگه رو تب تندور نمک خود از ما تندور نمیتونم مامور دبله تاوا میکشم که یک وقتا یک مسلمان کی روی خسن بلکه گو میخسن مورد اون استم اگه نوردن نه دیگه اون است یادیم و تو وقت هم شده شه که نفهمیدیش نان نبدشه گوشنامه آره دشه شده این من چکم دوم شده آده از وطن که گوشتم که شدم اون موتر چیز پیدا نشده که امروز ما میر سکنم دختر کنم کجای گو مسلمانی که میقصوردم مرتفت کدوم مردم خورده دو روز ده 3 روز خورده نه متتر شده دیگه لاله خدا مهربانه انشالله که خدا که به شک مهربان خدا که مهربان است دیگه است دیگه این من جلاله یاریم قطعی من جاست خوبه دیگه دم زنده خوبه این منجی باش تکیه دیل یک دیگه خو خدا چطور دگان جای دیگه نرفتین دیت خانه دی خرابه ای خدا می خرابه که در مو بیت مو خدای مو شکر داری ست که بود داری خرابه رسیده همین جاستی خوبه همیشه هم شکر خو اصل جایش مزورزگانه گفتی هادی اصل جای زورستان همونجی پیدا شد یادیم یا عردیمه همونجی این ترک دین طریقه ترک اون بچر دا تای خاک اون بلند قچار پیتاو خداوند رحمت کنه انشالله الهی امین الهی چند ساله بود و اولاد مولاد خاتوی چیزا نداشت؟ خاطو داشت اولاد نداشت لاله خاطو داشت خاطو دیگه او که که درفت خاطو می که درفت خاطو که بخز مو نمیشت خاطو داشت جوان 5 سال مریضیش شده اولاد نداشت اولاد نداشته؟ نه اولاد نداشت دروغ نمیگم اولاد نداشت اول خانه چی کم سر اولاد ور رفت امیر از شقت نقل کن چی رقم اول خانه سر اولاد سه رفت خانه گده برایش سر اولاد رفت اونه بود را بند بود کمک دیرتر اینجا که ورد از این تا غزنی نرسیده گو کلینیک بود غزنی ببر تا غزنی کی بود اون تا غزنی منشی حق خدا را دک خب فوت کرد اره دومش چیز کار شد؟ دومش این بچه که مریض شده که نخنیاتی بود او گفت ما این مریض دا کارم خب او کمایی کرد رفت سیمش دیگه 2-3 سال من خدا اولاد نداد شد دیگه بچه رفت راش یه نیتر خدا مهربانه انشالله زندگی روزگار میرخم تیر میشه دیگه پدر جان ما بلده تا کمک مواد خوراکه اردم خواه اینه میره بلده لیست چی میخوانم خب 2 بوتل روغنی 5 لیتره که 10 لیتر شنه خواه خب تا 11 صد افغانی برنج یک بوجی 13 صد افغانی خب
صابون یک کارتن صابونی کالوشایی ده 600 خب. شامپو یک دانه ده 100 افغانی خب صابونی دیست یعنی آره. دیشویی آره. دیست خمشی 250 خب چای سیاه 1 کیلو خب چای سبز 1 کیلو خب کشیده 630 روپی خب نخود نیم سیر خب. 370 روپی خب. لوبیا نیم سیر 360 روپی خب شیرینی 2 پاکت 80 روپی خب شکر 2 کیلو 120 روپی خب که جمله پیسه شده 4950 روپی. خب ای از طرف یک دنه برار از ما بود که خدا از نگاه. کشور استرالیا را یک دن. خب خدا شر در دین دنیا خوار نکنه. خدا اجرش 1000 در آخرت 10,000 در آخرت قچی به خاطر ایما کمک کنه. خداوند سفر شر به خوف و خطر کنه. الهی آمین الهی آمین مو که دایاد از یو دایاد خدا باشه. الهی آمین. خدا نگاه کنه شما بله خدا نگاه کنه. سلامت باشی جور باشی. اجر نگاه از کنه شما هم شما. با خدا. خدا شما را 1000 به در مراد دنیا مقصد 10,000 چی در برسونه که آخرت. شما مدعیت شمایی شما دعیت خدا باشید به خاطر امام زمان 4950 پیش داد خواه. خب یعنی تو دیست خیسا که ما در دیست پیسه بدیم دیگه خواه اینی 50 پیش که 5000 ریک داد خواه. خب یه شد 50 50 پیش باقی من داد خواه. صحیح از طرفی یک برار از ما به نام رضایی رضایی. اره رایک ده مبلغی خدا قبول کنه. رایک ده مبلغی 15000 روپی بلده تو. خب اره اینی 1000 خب یعنی 2000 ای 3000 ای 4000 ای 5000 خدا یوزش شد ای 6000 ای 7000 یه هفت ای 8000 یه هشت ای 9000 یه 9,000 ای 10000 یه 10,000 ای 11000 11,000 ای 12000 12,000 ای هم 13000 13 ای هم 14000 یه 14 اینی شد 15000 15,000 اره نمی بود از طرفی آقای رضایی. از طرف آقای رضایی. خداوند اجر شده بیدش. الهی آمین. خداوند شر نگاه کنه به خاطر 1000 امام در آخرت زمان. 10,000 در آخرت به خاطر ایما خداوند قچ کمک کنه. الهی آمین الهی آمین. خدا دیگه نگاه یک دنه برار از مو دیگه به نام عبدالملک خب اون مو بلدیت را یک ده 7500 روپی. خب اره یعنی 1000 1,000 یعنی 2000 یه 2,000 ای 3000 یه 3,000 ای 4000 یه 4 ای 5000 یه 5 ای 6000 یه 6,000 یعنی هم 7000 یه 7,000 یعنی 7500. یه 7,500 کنه. خداوند اجر شده 1000 در دنیا 10,000 در آخرت بده به خاطر ایما. خداوند سفر شده به خوف و خطر کنه به خاطر مسافرای کربلا. مو دایاد از اونای اونا دایاد خدا باشه به خاطر ایما. اجر از شما با خدا باشه به خاطر ایما. 1000 در آخرت 10,000 در آخرت. الهی آمین. جور باشی سلامت باشی خدا شما را نگاه کنه خدا ایمان بده انشالله. خدا شما را نگاه کنه بابیم خدا شما را نگاه کنه. سلامت باشی جور خدا باشی. خدا شما نگاه کنه. خدا دوستا و هموطنان نهایت گران قدر شما صدای زی پدر و مادر را شنیدین. شما هم اگر توانی همکاری داشته باشین همراه زی خانواده در آینده همکاری کن که اینا کسی را نداره که کار کنه بلدیش دیگه. اینم اینجا هست پدرم نابینایه. سه برادر عزیز ما که همکاری داد تشکر سلامت باشین خداوند شما را اجر و پاداش خیر بده انشالله که لیست از این خانواده را گرفتین. دیگه کدام گفتنی دارین؟ چیز بگیم ما که بگلا داخل کلوم شمون نگلا لای خوبه خیره بگین همین مردم هم از درد دلش ماگاش نه فهمید همراهش همکاری کنه.
همکاری که من نخواهم مونمتر همکاری کنن برای رضای خدا فی سبیل الله که نمونن قدرت نکشه دیگه کمو چیز که بسیار خوب بسیار خوب جور باشین دیگه سلامت خدا باشین نگاه کنه شما را. اجر از شما با خدا اجر از او برادرم با خدا باشه خدا شما الهی. در مقصدشون برسن نداره ما که در یاد از شما با یاد خدا باشید به خاطر ایما او برادرها که ما در یاد چی ما یاد منه او نام در یاد خدا باشه به خاطر ایما ما که کسی نی ما که چیزی نی جور باشی سلامت باشی دیگه ممری از خدمت دیگه موری آره. خدا نگاه چای بخور. جور باشین تشکر مادر ما رفتی بخیر تشکر خدا سلامت نگاه باشین کنه. باشین خوف و خطر خدا نگاه کنه خدا نگاه دوستا و هموطنان نهایت گران قدر همکاری کردین تشکر سلامت باشین خداوند شما را اجر و پاداشی خیر بیده صدای زی مادر و پدر را هم شما شنیدین ای بود برنامه ما از منطقه دشتی اشتور کربله ولسوالی جاغوری تا برنامه های بعد خدا یار و مددگارتون